خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز فکر کردم که کتاب صوتی یه بخش خیلی بزرگی از کتاب خوندن رو تشکیل میده و یه مدیای خیلی بزرگیه و جاش داخل این چنل کمه و بهتره که در رابطه باش صحبت بکنم. امروز اومدم تجربه خودم رو در قالب یک سری سوالات بهتون بگم که شما هم با جواب دادن به اون سوالها بتونید که بفهمید که چه موقعی میتونید کتاب صوتی گوش بکنید، چه کتاب صوتی ها رو گوش بکنید بهتره و تمام اینها. اول بیایید در رابطه با این صحبت بکنیم که زندگی ما این روزا خیلی سریع شده. یعنی ما اینطوریم که از سر صبح که بیدار میشیم دنبال کارامون میافتیم، همش دنبال کارها، هر چیزی که میخوایم به صورت آنی در اختیارمون قرار میگیره، هر اطلاعاتی که میخوایم رو سریع پیدا میکنیم، چت جی پی تی، گوگل، هر جایی هست پیدا میکنیم سریع و کلا زندگی ما خیلی سریع شده. کانتنت هایی که استفاده میکنیم، محتواهایی که مصرف میکنیم خیلی سریع هستن. فیلم های، ویدیوهای کوتاه اینستاگرام، شورت های یوتیوب و دیگه حوصله گوش دادن به یک چیز طولانی رو نداریم. واسه همین اول از همه باید یه سری قوانینی مشخص کنیم برای خودمون. یه سری چیزهایی رو مشخص بکنیم که چه تایمی باید اصلا گوش بکنیم به کتاب صوتی. باید یکم در رابطه باش فکر بکنیم تا بتونیم اون رو به شکل درستی داخل زندگیمون واردش کنیم، یا اینکه اگر واردش کردیم بهترش کنیم. اما اول این سوال رو جواب بدم که آیا گوش دادن به کتاب صوتی کتاب خوندن به حساب میاد؟ 100% و حتی گاهی بهتر از کتاب خوندن میتونه باشه. اما گاهی میتونه بهتر از کتاب خوندن باشه. ببینید شما وقتی میخواید کتاب صوتی گوش دادن رو شروع بکنید باید اول از همه بدونید که نمیخواید تبدیلش بکنید به یک محتوای دیگه‌ای که اعتیاد آور میرید نگاه میکنید داخل اینستاگرام یا هر جای دیگه. مثلا اینکه بخوام تمام کتاب صوتی هایی که هست رو گوش بکنم، دانلود کنم، گوش کنم. امروز 5 ساعت 6 ساعت کتاب صوتی گوش میکنم، هی تمام بخوام بکنم پشتم، انگار که داخل یک ماراتون قرار داریم. این کار اشتباهیه، چون که تبدیل میکنه کتاب صوتی رو به یک محتوای دیگه که ما فقط مصرفش میکنیم. یعنی دوباره میشیم مصرف کننده بدون اینکه بهش فکر بکنیم، بدون اینکه به اون محتوا فکر بکنیم. پس به خاطر اینکه از این ما جون سالم به در ببریم، از این بخوایم فرار بکنیم از این اتفاق، باید اول 3 سوال از خودمون بپرسیم. یکی اینکه چرا میخوایم کتاب بخونیم، 2 اینکه چه موقع میخوایم این کتاب ها رو بخونیم، منظورم گوش بکنیم، و 3 اینکه چه کتاب هایی رو میخوایم گوش بکنیم به صورت صوتی. این خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه گوش دادن به کتاب صوتی یه زمان خاصی میخواد، یه دلیل خاصی میخواد برای ما. مثلا من یه زمانی برای اینکه چشمام سنگین بشه و بخوام بخوابم کتاب صوتی گوش میکردم. چشمام سنگین میشد و کتاب صوتی رو قطع میکردم و میخوابیدم. و اون زمان وقتی که من داخل تخت قرار دارم، تاریک همه جا، دلیلم اون بود. اون زمانه که گوش میکنم وقتی تاریک همه جا، همه چیز سکوت، ایرپادم رو میذارم، کتاب صوتی رو گوش میکنم، به داستان گوش میکنم و دقیقاً همونجا من چشمام سنگین میشه. نمیتونم مثلا برم تو بالکن با یه چای بگم خب گوش میکنم تا بخوابم. همچین اتفاقی نمیفته، خوابم نمیگیره. اما درون اون موقعیت من خوابم میگیره. پس دلیلم اون بود و اونجا انجامش میدم. 3 سوال اینه که به چه کتابی گوش بکنیم. ببینید منی که میخوام برای خوابیدن استفاده بکنم کتاب صوتی رو، مثلا نمیتونم یه کتاب صوتی فلسفه رو گوش بکنم، مثلا یه رو گوش بکنم، قطعش کنم، فردا ادامهش رو گوش بکنم. یا اصلا کتاب صوتی فلسفه برای این کار خوب نیست. و کتاب صوتی هایی که کتاب صوتی روانشناسانه برای این کار خوب نیست که بخوام اون موقع گوش بکنم بهش. بیاید تصور کنید یه نفری وقت نداره و نمیدونه که چه تایمی رو مثلا بشینه کتاب صوتی گوش بکنه. این شخص باید نگاه بکنه که چه تایمی میتونه این کار رو انجام بده. مثلا اگر میخواد بره سر کار، داخل ماشین میتونه که کتاب صوتی رو پخش بکنه. پس ما دلیلمون رو پیدا کردیم. ما وقت نداریم، باید یک جایی از تایممون رو پیدا بکنیم که خالیه، که اونم داخل ماشین هستش، که وقتی میریم سر کار برای مثال. و اونجا دقیقاً چه کتاب صوتی های خوبه که گوش بکنیم، به چه موضوعاتی علاقه داریم و اینها مهم نیست. ممکنه فلسفه دوست داشته باشین، اما داخل ماشین گوش کردن به فلسفه شاید نتونین متوجه اون مسئله بشید. و کتاب صوتی های کتاب های فلسفه خیلی سنگینن.
و به نظر من کلا نباید به صورت صوتی گوش داده بشن. اما باز هم یه کتاب مخصوصی رو باید انتخاب بکنید. مثلا من اگر موقع خواب فقط میتونم رمان گوش بکنم، موقعی که رانندگی میکنم انتخابام بیشتر میشه. میتونم کتابای سلف هلپ گوش بکنم، میتونم به یک رمان گوش بکنم، انتخابام بیشتر میشن. یا اینکه مثلا یه شخصی میخواد موقعی که مثلا توی خونه تنها ظرف میشوره هر چیزی صدای اون بک‌گراند پلی باشه، یه صدایی رو بشنوه، به چیزی گوش کنه، حواسش روی اون صدا باشه و اون شخص میاد کتاب صوتی رو پخش میکنه اون زمان. و اینکه چه کتابی رو میخواد گوش بکنه بسته به خودش داره. پس باید این سوال‌ها رو خودمون جواب بدیم تا اینکه پیدا بکنیم که میخوایم چیکار بکنیم. اما حواستون به این باشه که هر کتاب صوتی رو هم گوش ندید. درسته واقعا زیادن کتاب‌های صوتی، اما هر کتاب صوتی هم مناسب گوش کردن نیست. هر کتابی مناسب گوش دادن نیست. اگر تمرکز ندارید موقع کتاب صوتی گوش دادن، پیشنهاد میکنم یا بشینید گوش کنید، یا اگر نمیتونید با یک کار ساده ترکیبش کنید، مثل ظرف شستن، مثل ماشین روندن، یه چیزهایی که زیاد ازمون فکر نمیخوان، یه چیزهایی که راحت شدن برامون و اونقدری بهشون فکر نمیکنیم. برای خود من مثلا داستان 100 سال تنهایی رو به صورت کتاب صوتی گوش میکردم، اما بعد از یه مدت دیدم نمیفهمم که داره چه اتفاقی میفته. خیلی چیزها رو قاطی کردم و اصلا نمیدونم کجای خط داستانی قرار دارم. وقتی این اتفاق میفته یعنی اون کتاب با اون حجمش یا با اون مطالبی که داره مناسب صوتی گوش دادن نیست و من باید کتاب اصلی رو بخونم. اما به این هم دقت بکنید که اگر من مثلا به کتاب صوتی 100 سال تنهایی گوش دادم و متوجه نشدم و قاطی کردم، یه نفر دیگه ممکنه گوش کنه، متوجه بشه و باهاش هم اوکی باشه. پس ما باید خودمون رو توی دنیای کتاب‌های صوتی پیدا بکنیم. یه کار جالبی که میتونید با کتاب‌های صوتی انجام بدید اینه که به صورت یک تجربه محتوایی ازش استفاده بکنید. برای مثلا میخواید کتاب مارتین ایدن رو بخونید، کتاب صوتیشو چند صفحه گوش بکنید، اگر خوشتون اومد کتابش رو بخونید. یا اگر مثلا میخواید کتاب مثلا مغازه خودکشی رو بخونید، میتونید اول کل کتاب رو گوش بکنید و دوباره برید با دقت بیشتری اون رو بخونید. میتونید به عنوان یک تجربه محتوایی ازش استفاده بکنید. و بهتره که بگم یه اشتباهی که من چند بار انجامش دادم و به نظرم بهتره که شما انجامش ندید، به خاطر همین میخوام بگم برای آخرین چیزی که داخل ویدیو مطرح میکنم اینه که وقتی که کتاب صوتی گوش میکنید و گوشیتون کنارتون هست، ممکنه که وسوسه بشید کتاب صوتی رو در حالی که دارید کتاب صوتی گوش میکنید بخواید برید مثلا داخل پینترست و داخل پینترست عکس ها رو ببینید. وقتی که مثلا عکس ها رو میبینید به کتاب صوتی گوش بکنید. اما یا مثلا برید داخل تلگرام، اما بدونید که این کار باعث میشه که تمرکزتون کمتر بشه و واقعا باعث میشه که از یه جایی اصلا حواستون نباشه که دارید گوش میکنید. پس این کار رو نکنید. اگر دارید کتاب صوتی گوش میکنید یه کار ساده تر رو انتخاب بکنید اگر میخواید. و اگر که مثلا گوشیتون کنارتون میخواید برید توی داخل پینترست، به جاش یه قلم و کاغذ کنارتون بذارید و یادداشت برداری کنید. کتاب صوتی خیلی خوبه، 100% جزو کتاب خوندن محسوب میشه. و اینکه برای کسایی که وقت ندارن خیلی مدیای خوبی هستش، برای کسایی که وقت ندارن کتاب بخونن یا برای کسایی که کتاب دوست دارن، رمان ها رو دوست دارن و دوست دارن به جز خوندن از کتاب صوتی هم استفاده بکنن. فکر میکردم که باید راجع به کتاب صوتی صحبت بکنم و اگر که چیزی رو جا گذاشتم و بعدها متوجه شدم شاید توی داخل چیبوک تاک ها بیان بکنم، بهتون میگم که آره داخل این ویدیو همچین مسئله رو نگفتم و این مسئله وجود داره. و اینکه مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید و فعلا